با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخانه است و هم صحبت من هستند استاد عبدالمومن شریفی. استاد، با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. من واقعا از نام خودم و از نام تیم کتابخانه برای اون همه همکاری ها، همه تلاش هایی که در سمت تبلیغ کتاب، مطالعه، علم، فرهنگ انجام میدهید اظهار سپاس میکنیم و منتداری خود را بیان میکنیم و ای کاش همه استادان دیگر هم مثل شما در این سمت فعال بشوند و سهم داشته باشند برای تبلیغ کتاب و علم و اندیشه. تشکر برای دعوت، تشکر به خودت و به تیمت و منم خیلی خوشحالم که در چنین برنامه دعوت شدم. خب چی کنم، بسیار میخواستم که مخاطب عزیز، بیننده عزیز فکر نکند که مثلا ما فقط منمنی میکنیم و یا مثلا ممکن سوال گذارد که از خب کتاب خواندی برای خود خواندی، مثلا مشکلی هست یا که مثلا چی دعوایی داری که میخوای با معرفی کنی. یعنی جمعه اینقدر پر از مشکل شما مید مثلا کتاب میگوید، از کتاب میگوید و از تبلیغ کتاب میگوید. خب میخونی برای خود میخونی، خواندن گیر اصلا خب با یک قلبی که آدم با آدم زنده است و آدم میکنن انسان میکنن انسان. و ما اگر به همین خاطری که وقتی گفتی که بیایی که از گفته های از خوانده های خود چیزی بگیم، شاید به کسی کمک کند، شاید به کسی امید بخشد این چیزها. و اگر در این سن سال من دیگر منی چی میموند، یا مثلا از خواندن و نخواندن من و من مثلا. خب استاد، شاید حضور من میون سخنتان شکر به قول باباهای ما، یک علتی که شاید بعض مشکلی های اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که در جامعه داریم شده که از ریشه های اصلیش همین نخواندن و مطالعه نکردن و آگاه نبودن باشد و هدف ما هم از تبلیغ کتاب و کتابخوانی و دانشی این که تکرار میکنیم همین است. نه اینکه نه اینکه من کتاب بیشتر خواندم از دیگران، نه که علم من از دیگران بیشتر است، نه اینکه خدا پناه از منمنی ها و از کبر و غرور دروغ. خب استاد، برویم نخست از چی کتاب شروع کنیم و چرا از این کتاب شروع کنیم و شما چی‌ها رو خوندید؟ مثلا چرا در رخصتی کتاب خوندید استاد؟ مثلا این سوالا بگید بعد بریم دنبال کتاب. در رخصتی نسبتا بیکارتریم، آزادتریم و بعد خودم تصمیم گرفتم که بیا پیش از رخصتی هم کمتر بعضی کتاب مطالعه می‌کردم، اما چون کار که زیادتر بود، وقت کمتر بود، وقتی رخصتی آزادی و بعد خودم تصمیم گرفتم که بسیارتر کتاب خوانم و یک چند کتاب ها رو خواندم و شروع کنیم از کتاب های تخصصی. من 2 کتاب از کتاب تخصصی خواندم، میخوام اول کوتاه درباره این سخن، به خاطری که شاید در مغز و دلی بچه‌هایی که هنرمندایی که همکارای خودم در تئاترهای تاجیکستان هستن شاید این کتاب بگیرن خوانند، چون من باور دارم که اگر خوانند از منفعت خالی نیست. کتابی اولی که من این کتاب در دستی سرکارگردان جوانی ما شیروانی طالبوف از تئاتر جوانان در دستی وی بود و من دیدم و گفتم بیا شیروانی، من این کتاب یک ورق زنم و لازمم گرفت این ورق میزد این کتاب و من گرفتم خواندم کتاب و بعضی اینجا قاعده هایم کردم و راستی این کتاب مؤلفش ایوان چپک، یک متخصصی خیلی مشهور و ورزیده امریکایی زن است که خیلی کارها کرده و خوبی این کتاب در چه است که هیچ سخنی نام ندارد، همون هر چیزی که از در مثلا در راه جاده هنر همون چیزها هست که خرچنگ که خب 3000 سال پیش گفته بودی، سخن گفته شد، گفتنی هم نموند. شما اصلا بچی خلاصه وقتی خانم گفتید هیچ حرفی نوی ندارد برای شما این کتاب، یعنی چی؟ یعنی مثلا هر چیزی که گفت در اینجا درباره هنر اون به من آشناست. خب اون چیزهای من گذاشتم، فقط مثلا خوبی این در چه است که اون راه، اون جاده‌ای که به همون رو مثلا به آفریدن نقش یا آماده کردن نقش یک چند جاده هست، چند راه هست، چند مرحله های هست که به اون میرسد. ما خب بیشتر عادت کرده ایم مثلا
برای ما تاجیکستان بیشتر ما با مکتبی تئاتر روس، با مکتبی استانیسلافسکی بیشتر آشنا هستیم و اصلا تمامی کاری ما در همین مکتب است، به خاطر که دیگر مکتب‌ها در ما قریب کی نیست. و یک بدی کارم در چی است که تاجیکستان ما در بنبست است. خب این طرف افغانستان که حالش هم میدونید، اون طرف دیگر کوههای چین و چیز و مسیری که مثلا از شرق به غرب میروند، اونا میتوانند در الماتا، در تاشکند ایست کنند، میتوانند یک دو سه روز ایستند، مثلا یک تبادل فرهنگی شود، هنری شود و بیروند به طرف غرب و همین طرف از سمت غرب به شرق. تاجیکستان در یک کنار میمونه، در یک بنبست است. شاید به همین خاطر ما که کمتر آشناییم از محیطی تئاتری، هرچند امروز خب امکانیت‌ها زیاده است، که با وجود وقتی دیدن دیگر است، وقتی چیز زنده میبینی، تئاتر زنده میبینی، اون چیزی دیگر است. یا که به واسطه با هنرمندا وامی خودی صحبت میکنی، اون چیزی دیگر است. و به همین خاطر ما در همون مکتبی حتی 60-70 سال پیشی مکتب روس مکتب استانیسلافسکی مانده ایم و مشکلی ما در همین است. وقتی که من این کتاب خواندم و بعد این کتاب خوانده دوست دارم. بله وقتی این کتاب خواندم و بعد میبینی که بله آخه برای مثلا آفریدنی نقش، برای آماده کردن نقش همون یک چی است، اما میتواند با چند راه، با چند مسیر نزدیک شد. و باز خوبی این کتاب در چی است که به واسطه هر چیزی که میآورد عملا تطبیق میکند، خودش اجرا میکند، خودش آماده میکنه و میگه انا با این راه میتوانی، با این راه میتوانی، با این راه. و برای این مثلا بخصوص برای جوانان بسیار خوب است. میتوانی که با یک قالب شخص شده نه، میتوانی باز با راههای دیگر، با مسیرهای دیگر آماده شد، مثلا نقش آفرید، نقش آماده کرد. استاد درباره این وقتی که نامی این بگیم متخصصی ساحه تئاتر که دیگر استادام نامش زیاد میگیرن در مصاحبه ما زیاد شنیدیم، همین استانیسلافسکی، با یک چهره ناراضی استاد در این موضوع صحبت کردید و یک متاسف هم گفتید که ما همیشه در این مکتب ماندیم، تئاتری ما و افکاری ما و اندیشه ما در 70-80 سال. کمی روشن‌تر بگید که این واقعا برای ما بد بود یا چرا ما مثلا راههای دیگر را جستجو نکردیم و چرا خودی ما از خود شما و استادان دیگر از مکتب‌ها و تجربه هاشون چون یک کتابی ننوشتن برای نسل امروز که دیدگاه ملی‌تر داشته باشن و مثلا هنری‌تر داشته باشن. نه من ناراضی نیستم، من راضی ام که خدا را شکر بود. اما من مثلا از اون استانس که یک چیزی که مثلا کیم چخیل استاد یک من ناراضی از خودمونم، از محیط امروزی تئاتر خودمونم که مثلا ما از همون مکتب 60-70 سال پیش بیرون نتوانستیم بریم. دلیلش چیست؟ دلیلش دلیل که همون چیزی که ما گفتیم. مثلا من در جشنواره از تجربه‌ای که من دیدم در جشنواره‌های تئاتری که حتی در خود روسیه، در کشور روسیه، اطراف روسیه، دیگر کشورها من دیدم و حتی خود روس‌ها خیلی پیش رفتن، خیلی قالب شکنی کردن. ما در همون قالب ماندیم. من اندیشه همون یعنی در ما مکتب‌های شکل‌های گوناگونی، مکتب‌های تئاتری در ما قریب کی نیست. حتی در کشورهای همسایه، در ازبکستان، در قرقیزستان، در قزاقستان که خیلی پیشرفته، خیلی زیادن. حتی من باور کامل دارم که اون 500 به یک حسابی که در یک خود شهر مسکو 500 تئاتر هست. من باور دارم از اون 500 تئاتر شاید 90% اگر زیاد نباشد البته از این قالب‌ها برآمدن. اونا همه این مکتب‌های همه این قالب با هم زدن و مهم برای آنها نمایش خوب ساختن، مهم قانع کردن مخاطب خود، بیننده خود. و اونا پسی شکل و پسی مکتب و پسی قانون و پسی این چیزها نیستن. اونا همه این اصل همه مکتب‌ها یک است. یک نوآوری وارد کردن. بله اصل هم اونا توانستن همین مکتب‌ها، همین چیز راه همش با هم آورند و یک نمایش خوب سازند. و البته بعضی نمایش هست که بیشتر به شکل گرایی به این چیزها امروز که خب می‌بینید به فحش و به این چیزها رو میارن، اون چیزی دیگر است. لیکن مهم که وقتی که در یک شهر 500 تئاتر پس باید بیننده دارد
و این مخاطب دارد که 500 تا تئاتر است و 500 تئاتر مردم میروند، راهش یافته است. و خب اینجا با چیزهای دیگر هم هست که با شاید در بعد ما این مسئله حل میکنیم. و بدی کار انا همین چیز است که ما مثلا بیشتری محیط تئاتر و بیشتری هنرمندان ما خلق کرده مکتب روسند و اونا 40 50 60 70 سال پیش آمدن، همون در همون قالب 70 60 سال پیش ماندیم ما قریب کی. و برای بعد من خودم فکر کنم به همین قالب بود که همین شکل بود که مثلا نمایش‌های فرخ قاسم، استاد فرخ قاسم ما قبول کردن نتوانستیم، وقتی که نمایش‌های استاد فرخ قاسم قالب شکنی بود. یعنی او از اون مکتب استانسلاسکی بیرتر فعالیت میکرد. بله. یعنی قانون‌های دیگر را وارد میکرد بعد نمایش. خیلی وارد کرد. و این مرد من یادم هست دو نمایش نخست نمایشی که یوسف که ما بار اول نمایش وقتی نشان دادیم شکلی نه، قسم زیادی فرهنگی ها اهل ادب هنرمندا نمایش قبول نکردن و ما حتی راستی گفت که خیلی اول اون بعد ما گفتیم که خیلی دل شکسته شدیم، گفتیم خدای کریم نخواه این مهنت یک ساله ما نیم سال زیاد و برای ما هنرمندان خیلی سخت بود وقتی از این قالبی که ما در اون عادت کردیم، اون چارچوبه‌ای که عادت کردیم از اون بیرون شدن خیلی سخت بود و ما با زحمت استاد خب از نیم سال زیاد فقط سری یک نمایش یوسف کار کردیم و بعداً 5 سال دیگر فقط کار میکردیم تا که وارد شویم به همین محیط و این شکلی که استاد فرخ قاسم پیشنهاد کرده بود. و انا همین چیز شاید مانعی اساسی همین بود که این مکتب از من قریب رفت. منم چون فکر میکنم بسیار از اندیشه های نو، بسیار از روش های نو، نه تنها درس های فرهنگ و تئاتر و ادب و اینکه تهیه برنامه ها، اینکه ساختن فیلم ها و یک کسی یک حرفی نو میگه، یک اندیشه نو میگه، نمیدونم چیزی است که همیشه سرکوب میشود در جامعه ما و در اول نادیده گرفته میشود و یک تنقید ایرادهای وارد میشه. بعد 10 15 سال ما میفهمیم که اون نفری که این اندیشه را گفته بوده است یا این طرح رو پیشنهاد کرده بوده است دلسوزانه بوده است و در راه درست هم بوده است. خب این تکنیکای چابک، هنری اکتیوری اگر خطا نکنم و 12 قدم با گالیوود، اگر اونایی که جوان هستند میخوان آینده قله‌های هنر رو فتح کنن، درس‌های تئاتر و سینما فعالیت میکنن، پیشنهاد استاد عبدالمین شریف است این کتاب رو یک بار مطالعه کنن، یعنی دسترس کنن. و این کتاب هم نوشته شده است که یکی از کتاب‌های مشهور به قول بستسلر در بله و آمریکا و دنیا بوده است این کتاب. این نفر با هنرمندای خیلی هنرمند مشهوری دنیا همکاری کرده است، مثل براد پیت و مثل جیم کری و هالی بری و دیگران همکاری کرده است. و یعنی این کتاب فقط نظریه نیست، نتیجه عملی، همش عملی. خوبش در هم نظریه هست هم عملی است. خوبش در چی که کار از آغاز میارد که اول چی بود، چی فکر داشت، چی راه داشتیم ما و بعد به کجا رسیدیم و نتیجه چی شد. خب اینا همش خوبیش در این است. و بعد یک چیز من بیشتر پسندم آمد که این نفر بیشتر به معنی و منطق بیشتر دقت می‌کرد، بیشتر پس اندیشه است که امروز بدبختانه در تئاتر جامعه ما این چیز خیلی کم مونده، خیلی دور شدیم. ما بیشتر نمایش‌های ما بیشتر شوقی و ذوقی و احساسی و پایه بر حسیات دارد و اهل منطق نیستیم، اهل اندیشه نیستیم. اندیشه این چیزها نسبتاً خیلی کم است. من اینا با باوری کامل میگویم. میتوانید نمایش‌های چند سال آخری کشور ما رو ببینید و خلاصه براری کنید از این چیز. کتاب دیگر استاد جان؟ خب کتاب دیگر از میخائیل چخوف، این خب اولاد آنتون چخ. بله آنتون چخوف است و این خاطره هاست. راستی که خب گفتم خاطره چی است؟ خب بیشتر خاطره ها وقتی میگه وصف خود میکنی، خب هر چی میتونی خودت سفید کنی، هر چی میخوای خودت تعریف کنی، توصیف کنی، چی کنی. و بعد اول با دل ناخواهم گفتم خب یک برازم، اما آیسته آیسته کتاب من گرفت و من دیدم که میخائیل اهل منطق است، اهل درد است، اهل اندیشه است
و اهل کتاب است، وگرنه این گونه اندیشرانی نمیتوانید کنید اگر اهل کتاب نمی، اهل دانش و معنی و اندیشه نمی بود. و ما میدونیم که میخائیل ترک سالهای 30 هست، کشور شوروی کرد، یعنی خانه نبود. وقتی که یک مهاجرت میکنی از کشور میروی به کشور دیگر، چیزی هست که مثلا ایجادکار وقتی که قانع نیست میرود به جای دیگر. این نظام قبول نداشت، شاید نظام، شاید همون محیط کاری چیزی که قانع نبود و رفت به اروپا و دیگر کشورها رفت، خیلی زحمت کشید، خیلی رنج هم دید و همون خاطره ها و همون کار، همون مسیری کار، اندیشرانی هاش. و من کتاب راستی که با یک کیفیت خاصه تا آخر خواندم و بسیار 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 پشیمان نیستم از این کاری که من این کتاب مطالعه کردم. چه نکته هایی بود که بسیار قدر دقت شما را این کتاب جلب کرد؟ این مثلا خاطره های میخائیل چخوف، یعنی از اولادی گفتیم همون مشهور نویسنده مشهور روس آنتون چخوف، چی بود استاد؟ چی شما را مثلا جلب کرد؟ دقتتان رو؟ بله، من حتی کتاب روسی هست، به زبان روسی حتی من گرفتم، ترجمه کردم و مثلا این خاطرات یک چیز است که مرا تئاتری که در آن آدمانی زیاد با چهره‌های بی‌پروای دلگیر کننده بدون هیچ علاقه به کار خود و کار اطرافیان خود کار و عمل میکنند عذاب میدهد. نه که تئاتر هیچ کارخانه هیچ ملک آباد نمیشود و میگن عذاب. و وقتی که هنرمند، هنرپیشه این مسئله میبیند، درد میکشد، پس وای هنرمند عادی نیست. هنرمندی نیست که فقط فکر شهرت و فکر منفعت خود کند. یا مثلا تئاتر هرگز راه درست را پیدا نخواهد کرد مگر اینکه حاضر باشد از مشکل‌های نادرکار و بی‌تفاوتی کارکنان دست کشد. این هم همون چیزی که اگر اون تئاتری که از بی‌تفاوتی، از نیمچه هنرهای، از اونهایی که مقصدشون فقط منفعت است، دیگر منفعتی شکم خود است، دیگر چیزی دیگر نیست، اگر اون تئاتری که از اونها دست نکشد و اونها صرف نظر نکند از کار، اون تئاتر هیچ وقت آباد نمی شود، هیچ وقت پیش نمی رود. ما می توانیم تئاتر را به عنوان یک موجود زنده یک پارچه در تمام بخش‌هایش تصور کنیم و چون این تئاتر می تواند و باید با مرور زمان پیدا شود. آن را آدمانی به وجود می آورند که قابلیت خدمت کردن را دارند، نه به التفات بلکه قادر به کار کردن، و نه به کسب درآمد بلکه قادر به عشق ورزیدن به موجود زنده تئاتر. همین چیزی که ما گفتیم. بله، همین چیزی که ما گفتیم. و افرادی که میفهمند خلاقیت یعنی ایجادکاری در همه جا و همیشه امکان پذیر است و ارگانیسم زنده ایجادی را نمیتونه به شکل‌های مرده تکنیکی عاقلانه زنجیرگذار محدود کرد. مثلا میگه که یک جای دیگه‌اش بسیار جالب است که ما هنرمندان میگه همه وقت ما تمرین میکنیم که از همین دوره جانشجویی بعضی هنرمندان تا آخر زنده هستن، همه وقت میان تمرین میکنن که زبانش سخنشون برا شود، جسماً چقان باشن، هوشیار باشن، آماده باشن. ما همه وقت تمرین میکنیم میگه اما یک چیز صرف نظر میکنیم، یک چیز عادی که زندگی یک شخص عادی که در زندگی یک عمل عادی که در حیات میکنیم اون صرف نظر میکنیم و همه چیز میسازیم و همه چیز میسازیم و ساختکار میشیم، قالب میشیم. این از همه برای هنرپیشه خصوصا سنی سالی ما از همه وبای بدترین این قالب است. ما عادت میکنیم و همون قالبی که بعدم طرز گفتار به طرز همون رفتاری که ما داریم همون قالبی میشود و بعد میبینی که همون نقشایمان قریب که یک رنگن، یک چیزن و این چیزای وقتی صرف نظر میکنیم میشه همون قالبی. و برای من میگه که ما باید این چیزا به نظر بگیریم. مثلا با اندیشه من بهترین هنرمند اون نفری هست که در صحنه بسیار عادی زندگی میکنه، مثل که در حیات چه خیلی که در حیات میبینی، چه خیلی در حیات وقتی اگر خدا نکنه گریه از غم میخوری، گریه میکنی، میخندی، چی و همه چه خیلی که در زندگی هست عادی حق. ما پس این
کارها میشه و بیشتر از من برای چی گفتم مکتبی 70 سال پیش استانیسلاوسکی است که اون وقت مثلا رمانتیک و این چیزها پافوس این چیزها اون وقت مثلا مود بود. ما در همون چی ما اکتور میبینیم مثلا میگه که در حیات هیچ وقت من نمیگم که آه فرزندم من تو را دوست، یا که من وقتی تو را دیدم جیگرم ریخت. یک گپای آسمانی هیچ همخوانی با واقع زندگی ندارد. بله ندارد. ما همه چیزا میگیریم، ما نمیگیریم، ما گریه میسازیم، میخندیم، ما نمیخندیم. در اصل ما خنده میسازیم، برای میخندیم بیننده مخاطب میگه برای چی میخنده، میگیریم گریه وای نمیاد میگه برای چی میخندیم، چون که ما میسازیم، ما احساس میسازیم. و خب هر چیز مکتب هر کارم آغاز دارد و بعد انجام دارد و مسیر دارد که اصلا آموخته کمبودی های دور کرده و چیزای خوب آورده و بعد کار کرد. این مکتب این نیست که همه قالب گرفتی، همه قالب کچکی نوشته شده است همون اگه رو از اون دیگه بیرون نهای. نه باید انکشاف داد، باید رنگارنگ کرد، باید ترکیبش بای کرد. مثلا عنصرهای سنت‌های ملی خود باید وارد کرد. ما بدبختانه از این چیز خیلی باید دادیم. ما مثلا سنت‌های ملی و مذهبی و این چیزهای صرف نظر کردیم. ما پابند شدیم به همون مکتبی روسی که خوانده بودیم و آموخته بودیم، از اون بیرون شدن نتوانستیم. بسیار مشکل در همون قالب ماندیم و امروز یک طرف دور شدن بیننده، خالی شدن تئاتر همین است. همین گفتنی بودم استاد که ما همیشه در برنامه‌ها و در همه جا داد و بیداد میگویم که مردم به سمت فرهنگ نمیان، به سمت تئاتر نمیان. یکی از دلایل ریشه‌ایش همین نمیتونه باشد که ما با فرهنگ مردم، با سنت‌های مردم، با آرمان‌های مردم کار نکردیم و مثلا آمدیم یک چیز ساخته بیگانه را وارد کردیم. و اگر نه پای منبر یک واعظ چرا مثلا 1000 نفر میرود ساعت‌ها میشیند خسته نمیشود، ولی در یک تئاتر، یک نمایش فرهنگی، یک تبلیغات فرهنگی مردم اشتراک نمیکنند. شاید سببش این باشد که این دعواها، این سخنرانی‌ها، این شعار پرتاهی‌ها و این تبلیغات هیچ همخوانی با فرهنگ مردم، با دینی مردم، با زبان مردم و با آیین مردم ندارن استاد. بله همین است. و همین است که اگر همین چیزها در نمایش‌های مثلا در یوسف، در دجال، در شیخ صنعان، فرخ قاسم این چیزها بود، در اسفندیار همین بود که مردم جلب کرد به نمایش استاد فرخ قاسم. این بود و همین قالب من محیط هنری ایجادی کشور در نظر همین قالب ما را نگذاشت که ما اون را قبول کنیم، ما را نگذاشت که ما انکشاف ما باید همه کار یک طرف میکردیم اون را میگرفتیم. من به خاطر چی میگم که یک متخصص بلژیکی وقتی آمد و اول ما یوسف برده نشان داده بودیم و آمد دجال قبول کرد و در یک نشست گفت میدونید که برای چی من این نمایش قبول کردم؟ این بلژیکی که در انتورپن مرکزی است که همه طلا و الماس هر چیزی که هست اونجا میمونن، اول میارن اونجا نرخ میگذارن، قیمتش میمونن و بعد یعنی جای ثروتمندا، جای پولدارا و اونا با خودشون اجازه دادن که یک مرکزی فرهنگی بزرگ دیسینگل نامش سازن و بهترین فیلم ها، بهترین نقاشی ها، بهترین نمایش ها، بهترین موسیقی و سرود ها، چیزی دنیا را تماشا دعوت کنن، تماشا کنن. و همین خیلی از هر کشور اونا بهترین چیزها را مخصوص نماینده ها دارن که میگردن کارشان همین است. و این نفر این زنم همین گفت میتونی برای چی انتخاب کردم؟ برای اینکه این نمایش درباره دجال گفت، این گفت نمایشی صرف تاجیکانه است. گفت درباره سطح نمایش خوب بدیش نمیگه. گفت من برای آن دعوت کردم که به مردمی انتورپن نشان دادم که انا تئاتر تاجیک چی است، انا فرهنگ تاجیکی چی است، انا هنرمندا مثلا لباس و دکار و سخن و شکل همه چیز گفت این چیز تاجیکان این در هیچ جا نیست. گفت و شما اینو نگه دارید، گفت احتیاط کنید که اینو از دست ندید. این سخنی وای است. این انا این چیزا مثلا باید دادیم و اینجا خودی چه خواهم بسیار سخت کرده. میگه که اگر ما هر این چیزایی که
همه این چیزایی که اطراف ما کشتیم و قالب کردیم اول در خودمون است. ما خودمون این کار کردیم میگوید. ما با خودی ما بستگی دارد این کاری که این بدبختی که به سر ما آمد. یا مثلا درباره طرف دیگر است. مثلا ما گفتیم که یک طرف رکود تئاتری ما اگر این باشد و یک طرف دیگر هم مثلا هم هست که مثلا تئاتر رو نه تنها رپرتواری نو بلکه بازیگری نو هم نجات می‌دهد. این که یعنی باید بازیگرای با هنر با استعداد باید کنی و اگر که ببینی که از اون هنرمندایی که ازشون هیچ کار نمیاد باید آزاد کنی و هنرمندی نبگیری که برای اینکه تئاتر شود. مسئولیت هنرمند در نزد تماشاگر خیلی کلان است، اما این به این مسئله دقت. اما تماشاگر نیز مسئولیت‌های خاصی در برابر بازیگر دارد. مخاطب میتواند با اشتراک در یک نمایش کیفیت آن را افزایش دهد. بیننده میتواند کیفیت نمایش افزایش دهد و هم میتواند با بیخیالی و بی‌پروایی از حد زیاد کیفیت نمایش را پس کند. تماشاگر باید خواهش نمایش خوب دیدن را داشته باشد و اگر بخواهد آن را خواهد دید. ببین تئاتر خوب فقط با یک هنرپیشه و یک تئاتر هیچ کار کردن نمیتونه اگر مخاطبش بی‌پروا باشد. خدا نکرده اگر مخاطبش بینندش خواهش نداشته باشه از دست تئاتر چی می آید؟ ما که کاری تئاتر که برای بیننده است، این که نخواد چی کار میکنه؟ اگر بیننده نخواد، اگر تماشاگر که مثلا خواهش تئاتر رفتن نداشته باشد، اگر بیننده که خواهش کتاب خواندن نداشته باشد، این کتاب چاپ کرده ای من به چی کار می رود؟ این نمایش برآورده ای من به چی کار می رود؟ وقتی اون خواهش ندارد. وقتی من میبینم حتی من در وقت اجرا میبینم که بیشتری مردم بیننده‌هایی که اجباری آوردند و تلفن بازی کرده میشینن، نه پروای نمایش دارن نه پروای من دارن. پس کجا الهامی من آید؟ کجا من مثلا از صمیمی دل کار کنم؟ یعنی این چیزا نمایش نه تنها از هنرمندان بلکه از تماشاگران نیز عبارت است. این میگه نمایش خوب نه که از بیننده هم عبارت است. بله. نمایش خوب بیننده هم یعنی برای همین گپی گوته هست که میگه که درجه ادبیات هر ملت از درجه خواننده آن وابسته است و تئاتر هم همین است. خب استاد، این که ما هم برنامه را تهیه میکنیم وقتی که میدونیم 1000 مخاطب داریم و مخاطب عاقل دانشمند، این همه زحمتمون هم به خاطر همون است. بله. که تحت هر شرایطی گرسنه است، بی پولی است، بی هیچی است، یک بحران این برنامه آماده میشد به خاطر همون 1000 مخاطب است که شما میدونید که پس اون کادر یا پس اون نوار مثلا از پشت اکران 100 نفر آدم عاقل و دانشمند شما را میبینن. این مسئولیت بدار یعنی به وجود میارد. این شما را وادار میکنه که تلاش بیشتر کنید و کارهای خوب مثلا انجام بدید. خدا کند که این سخنی من به گوش نفرای رسد، اون مخاطب بیننده هایی که خواهش به تئاتر آمدن کنن ما رو نگذارن که. خب این کتاب هم خیلی جالب و برای من هم یک چیزی خوب شد که شاید بعد این برنامه خودم این کتاب مطالعه کنم و من دیدم که بسیار اندیشه جالب به خاطر این منظور فقط تئاتر نیست استاد. تئاتر رو تماشا ببین در همه ساحه میتوانیم از این استفاده گیریم، همچون یک نمونه، همچون یک فرمول، همچون یک نسخه بگیریم و مقایسه کنیم که در دیگر سمت ها هم چگونه است. خب میخائیل چخوف این خاطرات است، خاطرات نوشته است خاطراتش رو و از اولادی همون آنتون چخوف مشهور که نویسنده که ما اونم میشناسیم و شما بیننده برنامه کتابخوان اکثرتون شاید کتابی اون مخصوصا اون 50 حکایه‌ای که استاد عابد با زبان خیلی شیرین و روان و زیبای تاجیکی ترجمه کردن از روسی شاید بیننده‌های برنامه خوانده باشن و آگاهی داشته باشن از آنتون چخوف. و این پیشنهاد استاد باز مخصوص برای کسانی هست که اونو اهل فرهنگ هستن، اهل ایجاد هستن، هنر هستن، اهل هنر هستن، این کتاب رو بخونن. بعد یک چیز میخوام اضافه کنم، همین نفر میخائیل چخوف درباره سخن صحنه بیان بسیار کتاب خوب دارد. این با یک بسیار کتاب خوب دارد که فقط درباره نطق صحنه بیان. خب با چی استاد با از کتابای تخصصی هم باز؟ نه اکنون گذاریم به اسطوره. این کتاب اسطوره یونان و ریم قدیم است
و نخواست بین کتاب ها پیدا کردم و خب جا خوانده بودم. خب میدونستم که خب درباره آدیسه فیلمش هم دیده بودیم، خب که چی خوانده بودم درباره هرکل و درباره خب زئوس، این چیزایی که خب از دوره دانشجویی میخوندیم، اما در شکل کل عموم که از اول تا به آخر این کتاب بسیار این خیلی میدان تا حدود قریب 600 صفحه کتاب است. بله بله. و راستی گپی خیلی کیف کردم چون پره درباره همون اسطوره یونان و اگر گیریم که غرب و ریم قدیم کوتاه شهر بسیار خوب، یعنی افسانه ها و حکایه ها و همون میث هایی که ما درباره ریم قدیم میگیم، یونان قدیم، بسیار جالب چی بود که ببینید مثلا اینا همه چیز خدا دارد. خدایان که زئوس است، اونم پدر و مادر داشت، پدر و مادرش تولد کرد و مرگ خدای خود دارد، زندگی خدای خود دارد، خوشبختی خدای خود دارد، آب خدای خود دارد، درخت خدای خود دارد، خب غم خدای خود دارد، مرگ خدای خود، هر خدا. و با یک چیز عجیبی داره که این خداهای یکدیگر فریب میکنند، یکدیگر و دروغ میگویند و افسانه‌اش خیلی زیاد است. یا که میگیم یک قسمش هست که نیم خدا و نیم انسان هست، یک خدا است که وقت مرگ نداره، دیگر اسطوره است استاد. افسانه بله افسانه که هست و این چیزا خیلی زیادن و من همین خیلی چی کردم که شاید همین سه خدایی که در دین نصرانی در غرب هست منشه از همین هم گیره. چون که استاد سفر زیاد داشتید به همین خارج کشور، چرا این مردم در برابر اینقدر پیشرفت های تکنولوژی و اطلاعاتی و این کمونیکاسیونی که دارند و اینقدر رشد دارند، چرا بیشتر تمرکز میکنن به فرزندشون که همین افسانه ها خوانده شود، همین حکایه ها مثل افسانه خوانی استاد اسطوره خوانی چرا اینقدر دوباره در جهان دارد رشد میکند؟ برای چی است؟ چرا انسان تمایل دارد به همین افسانه و اسطوره بیشتر استاد از دیگر کتابایی که خوانده میشه؟ بله ببین افسانه وقتی کودک افسانه میخواند ذهنش انکشاف میدهد، تخیلش بای میکند. در افسانه همه چیز ممکن که و اون بچه وقتی بسیار بزرگای بین همش در خاطره هاشون حتما یا مادر یا پدر یا بابا یا بیبی یا کسی دیگر حتما افسانه گفته، در محیط افسانه بزرگ شدن و این خوبش در همین است و بچه امید میبخشد به انسان و آدم از مشکل ترین راه ها، از مشکل ترین حالت ها بیرون میکند و آدم میتواند خب این وابسته به درک انسان است، مثلا وابسته به دانش و به فرهنگ و به دانش انسان وابسته است که چی برداشت میکنه چگونه. لیکن با وجود مثلا وقتی کودک افسانه از کودکی میگه تخیل زیاد میکنه، مثلا امید زیاد میکند، راهی موفق شدن زیاد میکند که یعنی ترس دور میکند که همه کار کردن ممکن، همه کار اگر خواهی میشود. چرا این سوالات دادم استاد؟ ببینید یک چیز تخیلی که ساختن، یک افسانه که اون زن نوشت هری پاتر، تمام اروپا حتی دنیا را مثلا این کتاب گرفت، اون نویسنده‌اش به میلیارد بر تبدیل داد و این کتاب در 10 جلد خوانده می شود در برابر اینکه فیلم و این مثلا همون فیلم هایی که ساختند استاد، اون کارتون هایی که از اون ساختن اینقدر دنیا ده، هنوز این کتاب یکی از کتاب های سرخواننده تر نه تنها در خود اروپا و آمریکا، دنیا است. خیلی جالب است برای من. همیشه من فکر میکنم چرا این مردم اینقدر تمایل دارن که کودک‌هاشون افسانه بخوانند، به سمت افسانه خودشون جالب است. خودشون وقتی که مشکلی پیر که شدی کودک میشوی دیگر، نه همه چی قدرتی اجرا کردن داره یا که فهمیدن داره و آدم وقتی که رو به این چیز میبری الکی امید پیدا میکنه. آدم دوست میدارد که چیزی غیر عادی و یک چیزی که به خوبی انجام یابد. البته چیزایی بدش هم هست که اونای باید ما صرفی نکنیم. استاد خود برابر آن که درست است که همون ریم قدیم این خداهای زیاد داشت در بخش‌های گوناگون و اسطوره سازی زیاد است، چیزایی داشت که مثلا میشه از اون خوبی ها گرفت از این کتاب. مثلا یک لحظتی در برابر که شما در اطلاع پیدا میکنید چون اسطوره هستن با چی جنبه‌هایی دارد که ما از اون میتونیم مثلا برای تغییر اخلاق ما اگر یک انسان بخواند چیزای معنوی گرفته میتونه از همین گونه کتابا در نظرم مقصد کتاب. بزرگترین
بدبختی انسانی ترس است. وقتی انسان در وجودش ترس جا میشد دیگر خدا نگه دارد و همه چی قادر است. و در اینجا وقتی هرقل میبینی که و همه آزمایش ها میرود، 12 آزمایش سخت‌ترینی که میگن که انیق، در اینجا وی میمیرد و شکست میخورد اما وی غلبه میکند، وی غالب میآید. یا مثلا اودیسه که در حالتهای میافتد که هیچ ممکن نیست از اونجا نجات یابد، اما راهش مییابد، میآموزد با راه فریب یا با راه آموختنی و با همه راهش مییابد، نجات مییابد، راهش مییابد، غلبه میکند. یعنی این چیزها اصلا اینا برای همین چی میخوانیم؟ شاید افسانه است، اما افسانه است که به آدم امید میبخشد، آدم ترس از آدم دور میکنه، به آدم باوری میبخشد. خب اگر انسانی که باور رو به خود نداشته باشد و اگر ترس داشته باشد، خدا نگه داره، اون معلوم که چی انسان است. استاد که ترس یک بدبختی است، چی برای انسان چی برای جامعه ها. یک کمی واضح تر استاد می‌خواستم شرح من یک کتاب بعدینه که من خواندم این چی هست، من این چیز شرح بیشتر میدید. بیشتر من شرح میدم. خب این کتابم که استاد آوردن به برنامه و خیلی سالا شد استاد این کتاب دست شما بوده، چون خیلی افکار هم هست به قول ما، ولی این کتاب استاد بسیار در شکل خوب هم به نشر میرسند. یعنی چاپ های نوی کتاب در فروشگاه تاجیکستان هست، لگند اسکاسکا درونی گریتسه، این کتاب هست. اگر کدام که میل دارم مثلا جوانان نورسان که این تعطیل است این کتاب بخونن، خیلی خوب است، خیلی جالب است که انا مستقیم تخیلشون، فکرشون، اندیششون خیلی رنگین است و تخیل کودک بای رنگین تر میکند. و استاد عبدالمومن به برنامه کتاب خوان این کتاب رو آوردن و ما از این برنامه توصیه میدیم این کتاب رو برای شما که دریافت کنید، خودتون و فرزندانتون بخونید، از خواندن این کتاب لذت میبرید، پشیمون نخواهید شد. البته و من باز پیشنهاد میکنم که بعد این خواندن شاهنامه رو حتما خوانند که بعد استرای ما چی هست، وقت قیاس کنید که استرای ما در چی است. بله خیلی پیشنهاد خوب افتاد استاد. خب حتما بعد این شاهنامه رو خوانند و قیاس کنند که مثلا فرق در چی است. کتاب دیگری که من خواندم من شکل الکترونیش داشتم. این آرهان پاموک نویسنده ترک است و خب نامی من سرخ. من 3 سال پیش خوانده بودم این کتابه و نزدیک یک نفر پرسید که همین کتاب خواندی؟ من دیگر یادم نامد، گفتم ای خدا من خوانده باشم یا نه، گفتم به فکرم نخواندم. بعد وقتی کامپیوتر رو کشیدم گفتم بیا میخونم. کشیدم وقتی کمتر خواندم کم کم یادم آمد که من این کتاب خوانده بودم، لیکن باز پره یک بار دیگر خواندم و خوب کردم که خواندم. نه به همه چیزی این کتاب من راضیم، خب این چیز طبیعی است، هر کس عقیده و چیز مثلا فکر خود دارد و این کتاب خب صاحب جایزه نوبل است. بله. و من بعضی چیزهای درج کردم بیام که چی نگم بیام خوانم که مثلا خب این کتاب با کریلی هم در تاجیکستان استاد به نشر رسیده بود و یکی از کتاب‌های سرخواننده هم بود در تاجیکستان. متاسفانه از در فروشگاه شکل کاغذیش نیست، یعنی در این شکل نیست و شکل الکترونی است و اگر نفران این کتاب چاپ کنن فکر میکنم منفعت خالص و خیلی کتاب خواندنی و اندیشه هم هست استاد. بله. ببین نابینایی این عالم شادی است که در آن برای شیطان و گناه جای نیست. عجب. نابینایی که ما کور میگوییم که برای شیطان و گناه جای نیست. بله سگ هم گب میزند اما نه با همه. ما فکر میکنیم که حیوانن اما بعضی کارهایی میکنن که در امروز در رسانه ها میبینیم شیر یک کارهایی میکنه در حیرت یا فیل یک کاری میکنه در حیرت. سگ بودگی گب که من در ونزوئلا 20 چند روز شد یک بچه خواب سگ در کنارش و وقتی که این بچه بیهوش میشده روش میلیسیده است که به خود آید، نمیمونده است که بی خود شود و به خواب رود، به خواب ابد و همه وقت میلیسیده و در کنار هیچ کجا نرفته است. وقتی نجات میدن سگ در برش با بچه ایستاده است. بله سگ من باوری دارم که با اون پسر حرف میزد و اون پسر میدونست که چی میگه، اما نه با هر کسی میزند. از گریاندن جماعت ترساندن آن آسانتر است. عجب.
همون چیزی که ما گفتیم. بله. جامعه ترساندن خیلی آسان است. بله. خیلی کار آسان است ترساندن یک جامعه. بله. از اون که اون جامعه را بخندونیم و بگریانیم. بله. این مشکل تر است از بله. ترساندن. خیلی سخت آسان است و بدبختی اینم در همین، ترسم در همین است. تیز جا میگیرد به آدم، تیز اون آدم میخوادی با ترس موفق میشه. بعد میدونید ترس نمیشه از وجود یک جامعه به زودی برآورد. یعنی وقتی در وجود یک انسان یک جامعه ترس استاد وارد میشود، خیلی سالهای طولانی لازم است که این ترس از این ملت این جامعه گیری و بدبخت است ملتی که اگر در اون ترس جامعه شود. زیستن هم زیباست و مردن هم. خب نه هر کس مثلا آماده است برای مردن. مثلا عارفا میگفت آرزو میکردن که کی بمیریم و به دیدارش برسیم. امین آرهام پاموک در همین کتابی که نام منصور خواست همین بسیار جالب میگه که یک انسان‌های دارای ادراک و هوش و تقوا و اخلاق نه تنها از زیستن لذت میبرند و اون نشانه ها را میبینند، حتی از مرگ هم نشانه های خوب هم میبینند و دیده میتوانند و آمادگی میگیرند. و انسانی که بدبخت است و بی سواد است و بد اخلاق است، این نه در زندگی چیزای خوب هم میبیند نه از مرگ. از اون مرگ رو بیشتر میترسد، از مرگ هم میترسد. ولی این خیلی بد است. با گذشت ایام رشک چون رنگ به جزئی اساسی زندگی رسام تبدیل می‌یابد. کار رسام که با رنگ است. مگر رشک هم چون رسام به رنگ چی است؟ رشک هم خیلی چنان زیاد میشه و جا میگیرد که مثل انمی رنگ دیگر این به من ایجادکارم دخل دارد. در خصوصا ایجادکار اهلی ادب وقتی که رشک و بدبینی و این چیزها حسودی این چیز جا میگیرد، خدا نگه دارد. نقاشی سکوتی عقل و موسیقی برای چشم هاست. نقاشی سکوتی عقل و نقاشی برای چشم هاست. چقدر اصطلاح خوب. هر رسامی که از حیات و هنری به نقصان فاصله میگیرد و زمان خود خاتمه میبخشد و میمیرد. اونم همیشه که رسامی که میترسد یا که از نفس از این که نمیتوند قالب شکنه، از چارچوبه ها بیرون برود، از کمبودی گفتن میترسد، از این پس از نقص گفتن میترسد، پس ایجادکار نیست. این به ما هم دخل دارد. وقتی من حرف از در صحنه از حرفی راست گفتن میترسم، از حقیقت گفتن میترسم، پس کجای من هنرمند است؟ کجای من ایجادکار است؟ یا نویسنده است؟ یا شاعر است؟ این همین چی است که جامعه انسان به کمبودی نمیشد. همه جامعه کمبودی دارد، همه انسان کمبودی دارد، اما انسان خوب همونه که این کمبودی دیده تواند و گفته تواند. جامعه چیه؟ جامعه منم، جامعه تویی. مثلا جامعه آینده این نبیره های من است، فرزنده های من است و من بینم که اگر انسان مریض شود و خودش توبه نکنه از بین میره. جامعه هم اصلا همین است. وقتی من میبینم که این بیماری است در جامعه که آینده میتونه جامعه از بین برد و من خب کنم یا ترسم، این جبر به خودم، به فرزندام، به نبیره های خودم، به آینده خودم، به کشور و دولت خودت میشه دوستو. و آینده من کشور من، جامعه من است، دولت من است. چون از این نظر باید ما نگاه کنیم. کسی که حافظه ندارد نه خداوند را به خاطر دارد نه تاریکی آن را. این خیلی مهم است حافظه است که حافظه باید داشته باشی، فرق کرده توانی، دیده توانی، شنیده توانی، تحلیل کرده توانی. این همین گونه که شما نکته های مهمی اثر آرهام پاموک مثلا یادداشت کردید. همین چیزایی که این بعد خوبش در چی بود که الکترونیکی بود که من از اینجا هم جاش میگرفتم کنار میگذاشتم. خداوند عالم را همانطور آفریده است که کودکی دانای 7 ساله دیدن میخواهد. زیرا خداوند اول عالم را آفرید که دیده میشود، بعد به ما برای آن که به یکدیگر درباره چیزهای دیده‌مان نقل کرده توانیم سخن داد. ما از کلمه ها قصه ساختیم و به خود چنین قرار دادیم که رسم برای شرح و علاوه این قصه ها تحریخ هاست. قصه رسم برای شرح و علاوه این قصه و تحریخ هاست. یعنی اون خودش که اثر درباره رسم و رسام. بله. در اصل نقاشی به واسطه مراجعت کردن به خاطره خداوند و دیدن عالم و چشمان اوست. اگر نقاشی هم به این چیزی که گفته است با این کشی که در اون خدا باشد، در اونجا راستی باشد، در اونجا مسیر حقیقت راست باشد، البته این آدم عوض میکند.
و مرهم چشم ها می شود و هم مغز. خب اینجا باید درباره عشق هم گفته. شتابکاری در عشق همه را خراب میکند. اگر این را نمیدانید بدانید. و عجله کار شیطان میگم. عجله کار شیطان میگم. در ما شتابکاری در عشق شتابکاری در عشق همه را خراب میکند. اگر نمیدونید بدانید این را میگم. بله. شعر و رسم رنگ و کلمه شعر و رسم رنگ و کلمه برادرند. که اگر ببینید هر چیزی که نویسنده نوشته است یا شاعر گفته است در اون شعر هم هست، در اون رسم هم هست، در اون هم میخوانی اگر خوانده توانی، در اون هم میبینی اگر دیده توانی. در این مدت به معنی سخن ابن عربی صرفم رفتم که چشم عشق قدرت دیدن و حس کردن چیزی غایب را دارد. ابن عربی خوب میدونیم. بله. فیلسوف و عرفان خیلی دانشوری بزرگ، عارف، فیلسوف، بنیانگذار نظام فلسفی است. بعد اینجا گپی خوب بود هست که هممون مرگ رو میدانیم، از وی میترسیم اما نمیشناسیم. این بله، شناختن چی؟ زمانی که معنی از بین میرود جای آن رو شکل میگیرد. ظاهر پرست میشه من وقتی که معنی نفس خدا نکرده که ما شکل پرست شدیم و شکل رو آوردیم، از معنی و منطق دور شدیم. این خب یادداشتایی که از این از کتابی اورهان پاموک نام من سرخ است، الکترونیش هست و کسی که اگر در کجا یکی دسترس کند کرای خواندن است بخوانند. من باور دارم که از پشیمان نمیشم. خب ما حتما بخش نسخه الکترونی کتاب اورهان پاموک رو برای شما در شرح و کامنت ها میگذاریم و شما میتونید که آزادانه دسترس کنید و این نسخه الکترونیش هم دسترسی ما هست. و گفتم که این کتاب با سریلیک در تاجیکستان چاپ شد، یعنی ترجمه شده است و نشر شده است. کتاب بعدی چی است استاد؟ واقعا خیلی لذت بردم از این یادداشت‌های شما از کتاب اورهان پاموک و کتاب دیگری که به برنامه آوردید و در این تابستان با قبل مطالعه کردید و من میخوام که این کتاب رو دیگران هم که علاقه‌مند خواندن هستن مطالعه کنن. چی کتاب رو استاد آوردید؟ این از استاد اورونکوزاد هیجا. این کتابم در شکل الکترونی خواندم. تشکر که به من فرستاده این کتاب. سلامت باشین استاد. و راستی اینش هم بگویم که وقتی که من هم آتش در خانه قدیم و نان شریکی میزان نصیری خواندم و اینم خواندم و بعد قادر رستم خواندم، به من خیلی سخت وقتی همه چیز یک موضوع است و خیلی درد است، حقیقتی تلخ است، راستی حتی حالم بد شد. برداشتن این بار خیلی گران است، خیلی سخت است که من میفهمم که چه بلایی به سر ملت ما آمده بود، چه تقدیری ما داشتیم، چه قسمتی داشتیم که در این چند صد سال آخر و حالم خدا را شکر که ما هستیم تا جای این باری سخت این ببای از خود دور کردیم. خب کتاب خواندنی است. خب هر نفری که نخواندن، البته من مراجعه میکنم به اون نفرایی که نخواندن کتابم. من میدونم که این کتابا خیلی ها از من پیشتر و بهتر خواندند. اونایی که نخواندن حتما خوانند، حتما خصوصا قسمت اولی کتاب به من بسیار پسند آمد و بعضی خوب یادداشت‌های همینجا کردم. یک جا استاد خوب آوردن که میماند هر کس به سر خود تنها، علت در فهمیدن دردها نیست، بسیاری ها میفهمند این دردها را لیکن یک جایه تبابت کردن را یاد نگرفتند. علت در این است که دردمندان جمعیت ندارند، دست یکدیگر را نمیگیرند، پشتیبان یکدیگر نیستند. دقیقاً چیزی که این شب روز ما رو گریبانی هر یکی ما رو میگیره، چی اهل زیاد، چی نویسنده، چی روزنامه‌نگار، چی اون نفرا که میخوان یک تغییرات های مثبت رو در جامعه به وجود بیارن. هر کس در دیگ خود میجوشد، گندگیش در چی است که و بسیار سخن عالی است. دعوتی بهترین است که باید ما دست هم دیگر را گیریم و جای اینکه تن نزنیم و جای اینکه اونو بدتر تیله دهیم، بگیریم دست. ما جمعیتی باید دردمندان را سازیم که درد در همه هست. اون درد می آید
اون درد باید تبابت کرد. اون دردهایی هست که بس به تنهایی نمیتوانی اون از خود دور کنی. نیاز به دیگران داری، نیاز به همدستی داری، همدلی داری، هم فکری داریم. این چی در جامعه مهم است. اگر ایران امروز همدل نمی بود، همدست نمی بود، آیا میتوانست تا این روز مبارزه برد به این گونه؟ اینجا همدلی است، اینجا همدستی لازم، اینجا هم فکری لازم. و این مهم این چی است که باید ما همدرد همدیگر باشیم. تملق زنی های ما و شما به مغز را پرمغز نشان میدهد و مردم عادی باور میکنند. استاد من خواهم همین اثر یک بار دیگه بخونه، چون همین جای سخن کتاب این سخن از کتاب هیجای استاد اوران کوزاد است. میخوام یک بار استاد اینا براتر و فهماتر و روشن‌تر بخوره استاد که تا مخاطبان ما بفهمند گپ درباره چی است. یک بار استاد خواهش میکنم. تملق زنی های ما و شما به مغز را پرمغز نشان میدهد و مردم عادی عامه به این باور میکنند. انا تملق چی فاجعه ای فاجعه است، انا خوش آمد چی زهر است. که نه اینکه خودت، دیگرها هم مردم عامه عادی ویران میکنیم با این چیز، با این تملق، با این خوش آمد و با این دروغ ها. من فکر میکنم استاد تملق در جامعه ها این شبیه آن است که وقتی انسان گرفتار بیماری سرطان می شود به همین مانند است که اونم بدتر باور کن میکشد، یعنی آخرش به سمت کشندگی میبرد. خب اونم بدتر است. امروز ما به شریعت نه، به شریعت رو آوردیم. جمله خیلی زیبایی که دردناکه. مردم نادان گویی دروغ می شود، ولی به دانا گفتن هم زبان نمیگردد. زبان نمیگردد، نادان گویم، اما به دانا گفتن هم خیلی زبان نمیگردد. این اصلا این چیز سخت است. میگن که نیمچه ملا، نیمچه عالم، نیمچه دانشمند. این اصلا بعد این چی است؟ نه این گفتم میتونی، نه اون. و اینجا باید آفرین به لنین ما، خودش جدا حکم میکند، صورتش جدا، پولش جدا حکم میراند، هیکلش جدا. و کجا به همه جا پر از لنین و آزرم و هیکلا هستن، همه اون صورت ها هستن، همه اون شعار ها هستن، همه چیزهایی که همش به شعار تبدیل یافت، همه به دروغ تبدیل یافت، چیزی دیگر نبود که عاقبت از بین رفت کشوری بود. این هم هشدار است، هشدار استاد است که آینده که احتیاج شده. این خلایق امروزه نه چون خلایق پیشینه هم که زمانه بیشرمان، بیادبان و بیرحمتان است. و نوزم بلا اگر سلطان اندر میان ایشان ضعیف و بیقوت بود، بیشک ویرانی جهان بود. اگر سلطان بیقدرت باشد، بی سیاست باشد، بی دانش باشد، ضعیف باشد، ویرانی ملک از جهان است. و جبر سلطان فی المثل 100 سال چندان زیان ندارد که 1 ساله جبر رعیت بر یکدیگر. این گپی محمد غزالی است که در کتابشون آوردن است. بله، جبر سلطان فی المثل 100 سال چندان زیان ندارد که 1 ساله جبر رعیت بر یکدیگر. خدا از این نگاه دارد. خردی و کلانی این مثال فرق نمی کند، فقط درست شهر دادن و خلاصه برآوردن در کار. که مثلا مهم نیست که کلان است یا خردت، درست تو چخل شهر میگی یا چخل خلاصه میبری از آن. بیایید همین مثال خردکک را همیر بندی میکنیم تا انتهای منطقش میبریم. اسباب روزگار نام اصلی داشت، اسباب روزگار نام اصلی داشت، از بیرون نام دیگر آوردند. اصل فراموش شد، آورده جایش را گرفت. بیگانه ها، بله، غصب کرد. شهر نام اصلی داشت، آمده ها نام دیگر ماندند. اصل از بین رفت، نوش مشهور شد. همین طریق وادی ها، رودها، کوه ها، کشورها
نامهای تهجایی داشتند. هر استیلاگر آمد آن نامها را دیگر کرد. قبول شد، کسی مقابل نبرآمد. همه این را جمع و تحریک کنیم و ضرب بزنیم، یک نتیجه میگیریم که عقل این مردم در گوششان نه در سرشان. بنابراین استواری ندارد، زود تغییر زود گذر است، لحظه در گوش عمر فراموش. یعنی این دوردانه هایی که شما از کتاب هیجای استاد اورونکوزاد، استاد هنگامی خواندن یادداشت کرده و جمع کرده. بله. شاید کسی دیگر که مطالعه کنن با جای دیگر هم بیابن، اصلا جای هست خیلی زیاد. این چیزی که من در همه یک خوانش اول برداشت کردم و خیلی به جای زیادم که بود، مثلا که با من مختصر آوردم. ببین چه دردی دارد. درد است واقعا. درد است. بله استاد، یک از جنبه های این کتاب من فکر میکنم که از همون دوره امارت بخارا و بعدن آمدن شوروی و بعدن استقلال و چگونه زیر همین هیوهوی و غوغا و این انقلاب ها و تبلیغات ها وقتی که جامعه ایواز می شود، خیلی جالب استاد اورونکوزاد نشان میدهند در این کتاب و بسیار نازکانه نشان میدهند که چگونه اهل ضیا، اهل دانش، اهل فکر هم میروند در این گرداب ها و چشمایشان را پرده میپوشاند، برای در حالتی که آنها یک نمونه های باید باشند که از این گرداب ها، از این ورطه ها ملت نجات بدهند. اکثر آنها با اون ماجرا میروند و میشن جزئی از اون حادثه. و بعد وقتی اون جامعه هم، اون ملت هم همین است. اونایی که از بین میروند یا که چی بدبختی گرفتارش همین است. روشن فکرها میروند، اهل هنر، فرهنگ، زیایی ها میروند. هرچند که سقراط خب در چندی مصاحبه هم گفته بودم، چند هزار سال پیش گفته بود که بزرگترین شخصیت ها هم بر روش عامه میروند، مگر یگانه ها که اونا اولیاء. چون ما اینا دیدیم، این چیزایی که در سری ما بود، ما کم کم این آواز نامه‌های به اصل خودمون برگشتیم. حالا خیلی زیاد هست که همون آوردند، ماندند، اونا هست حالا. یعنی این چیزی که در ما گذشت، ما خودمون از سری خود گذشتیم. اگر ما نفهمیم پس کی میفهمد؟ اگر ما درک نکنیم پس کی؟ اگر ما پیش این راه نگیریم پس کی گیرد؟ خلاصش ما داره کتاب هیجای اورونکوزاد و با مخاطبان چی است که پیشنهادتون؟ برای اون که فهمید که مثلا ما کی بودیم، ما چی بودیم، کی شدیم، چی شدیم و چی باید کرد، حتما باید این کتاب بخونیم. این تاریخ خودی ماست، واقعی. خیلی جاش مثلا واقع، خصوصا قسمت اولش خیلی سخت است. چیزی واقع، چیزی که از سری ما گذشت، این یگان تخیل نیست، یگان بافته نیست، چیزی که گذشت و اینا باید ما خوانیم، باید ما دانیم گذشته خدا، از گذشته درس بگیریم. باید ما اشتباهات خدا دانیم، اون خطایی که کردیم اونا باید ما دانیم. اگر اونا ندانیم از کجا؟ هر که نامخت از گذشته روزگار برای همین این روزگاری ماست، باید اینا ما آموزیم. اینا برای همین باید که آشنا بشویم به این چیز، باید هیجا را خوانیم، باید پایها و رویهای خوانیم، باید نانی شریکی و آتش در خانه قدیما، باید اینا را خوانیم. این چیز واقعی بر سری ما آمده. خب استاد بریم سراغ کتاب دیگری که شما خواندید و اینم به فیلم نسخه الکترونیش خوندید، چون در برنامه نیاوردید. الکترونیش بله. انا بسیار کتاب من پسند آمد. قادری رستم، پایها و رویها. و شاید از همه یادداشت دنی زیادتر من از همین کتاب کردم. چرا استاد؟ نمیدونم، این چون چیزهایی بود که اونا باید یادداشت میکردی، باید میگرفتم، یک طرف میماندم، مثلا نگذاشت من که به تفاوت باشم با این. خب تنها گرسنگی است که نیرومندتر از ترس است. عجب. اور میگن که گرسنه به شیر میزند. این همین چی است که مثلا یک طرف مردمی ما فریب دادن شوروی بلشویکی همین بود. محیط همین خیلی ساخت که مردم به نان زار شدن و بعد آور نان داد و مردم خرید که همین از ترس هم نیرومندتر گرسنگی است. خب میدونن مردم گرسنگی چی است که ما خودمون این چیز دیدیم و خیلی خطر است وقتی که این خیلی میتواند مردم، کشورها از بین رود، ملت ها از بین رود، جامعه ها از بین رود با همین راه.
یعنی این آگاهی است. من فقط به ارتباط دو مورد از زندگی با قضا اعتقاد دارم. من فقط به ارتباط دو مورد از زندگی با قضا اعتقاد دارم. یکی روزی به دنیا آمدن، دیگر روزی رفتن از دنیا. تمام. دست قضا و قدر دست اینو. بله. فاصله بین این دو که زندگی نام دارد به اختیار انسان واگذار شده. این خلا را هر انسان خودش پر میکند. به مثل بعد از به دنیا آمدن به هر کسی دفتر و قلم میدهند و هر که در این دفتر خالی زندگی خود را خودش رقم میکند و روز آخر این دفتر را میگذارد و میرود. از برخی دفتری پر میماند، دفتری دیگری را همه صفحه هاش خالی است. ما خودمان آخرت خدا اینج میسازیم. ما خودمان زندگی جاده انتخاب میکنیم. ما سر راه میمانند، عقل میدین، دل میدین، پاکی میدین، همه چی میدین به ما و ما انتخاب میکنیم. ما خودمان میسازیم دیگر. وگرنه که نازم بلا خیلی برهم میاد که خداوند یک کس بهشتی میکنه، یک کس دوزخی، یک کس بد میکنه، یک کس سروندان میکنه. این به عقل نمیرسد این چیز. یعنی ما همه کار میکنیم خودمون. اگر سروندان میشیم خودمون، اگر که نمیشیم خودمون، اگر روشن فکر میشیم خودمون میشیم، اگر نه خودمونیم. همه کار. خب این چیز جایی تفسیر چی نیست. من بندی زندان ترسم. اونو ترسی که اول گفته بودیم اینجا به اهنه میشه خیلی. من بندی زندان ترسم. و یکی از پیام های کتاب روح و پیام بدونستن شکستن ترس ها بود در جمله. بله. یکی از پیام های کلیدی این کتاب. بله. اصلا اهمی چی است که ما همه چی بلای به سر انسان میاد از ترس است. به سر قوم میاد از ترس است. به سر کشور میاد از ترس است. من هم از ترسویی هم میترسم. من به این احساس نفرت دارم. من از آن شرم میکنم. بسیار جهد و تلاش کردم تا آن را از وجودم بیرون بیرانم، ریشه‌اش را از مزرعه قلبم بکنم، ولی حیات که بیهوده، بی نتیجه، خیلی سخت است. اولی که خودت گفتی که ترس میاد، بعد دور کردن خیلی سخت است. این همون چیز است. راست میگفت رشید اعظم. اکنون درک میکنم که درست میگفت. گفت ما با برون آمدن از بطن مادر زاده نمیشویم. ما را فقط والدانمان به دنیا نمی آورند. ما قرنها قبل به شکل گرفتن آغاز میکنیم. روندی زاده شدنی ما 100 ساله ها قبل آغاز شده و چندین قرن ادامه یافته است. یعنی چی؟ یعنی ما در ساختن خویش، در ایجاد کردن خود اختیاری محدودی داریم. آنچنان که در چهره ما، دست و پای و سر ما شباهت زیادی به پشت پنجم و ششم و هفتممان، همچنین در تشکل خصلت و خوی ما و در نتیجه در رفتار و کردار ما نیز گذشتگانمان سهمی باریز و روشن دارند. من آن زمان دلایل برد این اندیشه و بخصوص برد این مقوله که انسان در ساختن خیشتن اختیاری زیاد ندارد آورده بودم در یک مقالم. ولی حالا ناگهان درک کردم، اطمینان پیدا کردم که تا حد حق به جانب راشد اعظم است. این ترسی غوث و فربه تنها در ترس من نیست، این ترسی میراثی است، با خون آمیخته، از اجدادم نسل به نسل به من رسیده و در شریان و وریدهایم می دود و برای آن که آن را محو کنم باید خود را بکشم. ولی حتی خود را بکشم هم این ترس باقی خواهد ماند. این ترسی هفت لایی از حراز پشت هفتمم از اعراب، بیم جد ششمم از غوزها، سهم پشت پنجمم از مغولان، ترسی بابایانم از ترکان اشترخانی و منقیط و روس ترکیب یافته به خون آمیخته به من رسیده است. در قلب و مغزم ریشه دوانده است و تنها با تلاشی انفرادی من کار نمیتوان کرد. تنها با تلاش یک نفر بران پیروز نمیتوان شد و حتی با تلاش یک نسل هم.
چنان که از نسل به نسل رسیده است همچنین بایست از نسل به نسل دفع و رفع شود. گیریم که اگر من توانستم کمی از وجودم خارج کنمش، پسرم نیز اندک دفعش باید بکند، بعد نبیرم ابیرم چبیرم و شاید بتوانیم در نسل هفتم بالکل دفع و رفعش بکنیم و بندش که مثل 8 پا تومه‌اش را به تمام وجودمون پیچانده است رها بشویم. این ترس چی است؟ عجب. این مغز این کتابی روی ها و پای هاست. این میدونی چقدر درد است، چه واقعیت است. ما در بیان گیری میگن که هر پاداش هر عملی کردی پاداش میگیری، هر کاری کردی پاداش دارد. گپی خداوند است. بله. اگر تو پاداش نگرفتی، عملی کردی پاداش، اگر این نگرفتی فرزندت میگیرد، فرزندت نگیری فرزندت میگیره. اگر در این دنیا در اون دنیا میگیری پاداش. همین چی است. اگر گیریم یعنی ترسم یک پاداش است، اون ما گرفتیم، اون دور کردن حق پوش میرود که بعد اون این ترس وقتی که در جامعه جا میگیرد، وقتی که در تمامی مردم، در قلب تمامی مردم جا میگیرد، این چیز در ذهن تمامی مردم تصرف میکنند. تصور کنن که باید چگونه نیست کرد. اگر ما خودمون مگه شروع کنیم کم کم در نسل هفتمی ما مگه استاد در کتاب کنیم، در کتاب مگه ما حاضر کم کم شروع کنیم، شاید در نسل هفتمی ما این ترس از بین برود، از افکار جامعه، از خونی ما و از پوستی ما این ترس باشد از بین برود. ولی اون که امروز ما مثلا کتاب نمیخوانیم، ولی بعضی‌ها جوان‌ها گناهکار میکنن. نه، من میبینم که پیرها از مثلا کلانسال بروسالا از جوانان بیشتر کتاب نمیخوانند. مثلا این تاثیر این 100 ساله هاست عزیزم، تاثیر این 100 ساله هاست. مثل همین ترس ما که از دانش دور شدیم، تاثیر این 1000 ساله هاست، 100 ساله هاست که بعد آهسته آهسته شاید بعد پشت هفتمی من دانشمندی واقعی شود. که من مثلا کجا دیگر من عمرم به جای رسیده دیگه، من دانش بعد این در عمری باقی مانده نمیدونم چقدر مانده است. آیا من میتونم صاحب دانش باشم؟ شده تمام. آره، باید تلاش کرد. تلاش کرد حتی تا آخرین لحظه نفس باید برای علم تلاش کرد. کاری که اکنون من نشه خانه هم تلاش است، اما اون ذهن دیگر اون ذهن نیست. اون قدرت دیگر اون قدرت نیست. درس رو در مدت 1 ماه 7 کتاب خوب خوندید و خوب یادداشتم کردید استاد. من فکر میکنم اگر هر یک ما در جامعه این کارا بکنیم، حداقل در وقتی تعطیلمون، در وقتی اون فرصت های خالیمون، من فکر میکنم شاید یک جامعه دیگر در زودترین فرصت میشه. من عادت دارم وقتی چند سال اخیر کم کم هر چیزی که پسندم اومد، بعضی کتابا قریب نیست به کتاب یادداشت است مثلا چی نشه. خب نمیدونم که شاید اگر به خودم نه به کسی شاید کمک کنم. دوامش است، دوام یادداشتتون. تملق فرزند جهالت است و ترس و حریصی. اون که تملق اون ترس دارد، اون حریصیه و ترس هم دارد. یعنی آدمانی که یکی را خوش آمد و مهد میکنن، این کار را یا از نادانی میکنن یا از بیم و هراس و یا به خاطر سود و منفعت مادی. اما بیشترین تملق ها نتیجه حرص است. خوشامدگویان و چاپلوسان مردمانی حریصند. و گفت یک شاعر روز تملق و خوشامد هم نوع از پاره است. دقیقا چیزی که برایش هیچ عقل لازم نیست، شاید همین خوشامد و تملق باشد. حتی دانش هم شد استاد بعضا عقل لازم نباشه. وقتی عقل نداره دانش از کجا؟ طوفان میتواند درختان بزرگ و استوار را ریشه‌کن بکند، ولی با گیاهای ضعیف و نحیف کار نمیتواند بکند، چون که آنها در برابر طوفان خم میشوند و زمین میخوابند و چون طوفان فرو میشکند دوباره قامت راست میکنند. همون چیزی که دقیقاً به سرنوشت خودی نویسنده یعنی استاد عبدالقادر رستم آمد. یعنی یک درخت توانمند، یک طوفانی شد، یک شمالی شد تا جای کند. خدا را شکر از بین نبرد. ما امید داریم که استاد با اثر واقعا خین است. وقتی که من درباره استاد عبدالقادر رستم صحبت میکنم خیلی خیلی مشکل است صحبت برای من درباره ایشان، چون یکی از درخت‌های توانمند و بارآور ادبیات ما بودند که داشتن میوه‌هاشون، یعنی ما دیدیم چه میوه‌هایی را میدادن، هیچ کمی از یک نویسنده جان نداشتن. متأسفانه یک طوفان شد
استاد برد و در همون لحظه طوفان همون گیاهکان سرخ هم کرده بودن، همون علفکان سرخ هم کرده بودن و لام و الف هم نمیگفتن که خب این نویسنده است دیگر، این یکی ما با این نیاز داریم، این اگر رفت و یک خطایی هم صادر شده باشد خب ما نیاز داریم به این شخصیت، به کتاب این شخصیت، به اندیشه این شخصیت، به بودن این شخصیت در جامعه استاد. خب چیکار کنیم که تلخی قسمت همین سنگ به درخت میوه‌دار میزنن. بله نه من میگم استاد همین چیزی که استاد خودشون نوشتن ببینید دقیقاً به حیات خود نویسنده ارتباط میگیره. صمیمی است. برای از دل هست. برای به دل من جا گرفت. از دل که از به دل جا. خود من خودم قسمت یه بار دیگه اثر بخونه استاد برای ما. طوفان میتواند درختانی بزرگ و استوار را ریشه‌کن بکند ولی با گیاهانی ضعیف و نحیف کار نمیتواند بکند، چون که آنها در برابر طوفان خم میشوند، به زمین میخوابند و چون طوفان فرو میشکند دوباره قامت راست میکنند. خوب دوام شد. یقین میدانم قومی که به اذیت کشیدن خو میکند، یقین میدانم قومی که به اذیت کشیدن خو میکند باری جبر و ظلم را تحمل میکند، نمیتواند راه به زندگی عادلانه و رفاه باز کند. مثل بیماری سیلی است که هیچ سعی و تلاش برای درمان مریضیش نمیکند و تا مردن اذیت میکشد و تا مردن مرده زندگی میکند. تا مردن مرده زندگی میکند. چه حقیقتی تلخ است. مویتنم خیست. چه حقیقتی تلخ است. چه عالی یافته. چه اصطلاحی بهترین که مرده زندگی میکنیم و بعد چرا زیبا آورده. مردم عالم در این دنیا هرچی یافتند با تلاش، با سعی و تلاش های عقلانی و جسمانی خود یافتند. خدا در این دنیا و شاید در آن دنیا نیز با مردم است که برای زندگی تلاش میکند. خدا به مردم توفیق میدهد که در ساختن عمارت زندگیش به او دستیاری میکند. مردم ما باید با تلاشا، با استفاده از خیرات خود را نیرومند کند و اطمینان داشته باشد که این نیرو از خداست. خدا این نیرو را به او داده است. بدبخت خلق است که روشن فکرانش امید آزادی از بیگانگان میکنند. تو یک بار دیگه جمله را از سر بخونه دوستان. یک تکرار میخوام این جمله را بشنوم. بدبخت خلق است که روشن فکرانش امید آزادی از بیگانگان دارد. عجب منطقی است و عجب جمله. هر بدبختی در جامعه میاد نخست روشن فکران، فرهنگی ها، اهل زیای هم. این دقیق. اگر در جامعه بی فرهنگی است تو بیره سر به همون خانه تشکیلات های خانه های فرهنگیان بیزن. چی شد؟ اگر قانون نیست در جامعه رو به سری اون جامعه اون حامیای قانون نویسنده های قانون بس اونجا رو که قانون تابع اونهاست یا اونها تابع قانون. این قانون چه؟ اگر به نظامی است بیره به سری قدرتی ها، اگر بیمار است بیره به سری پزشکان طبیبان که اونا طبیب هستند در اصل منفعتی جامعه فکر میکنن یا از خودشان. این قانون است، خواهی نخواهی. جمله آخری که من یادداشت کردم، اگر دانشجو در پی کسب دانش نیست از مردم عوام چی جایی گیره؟ سخن گفتن به مردم دور از معرفت هم مثل دانه افکندن و شور زمین است. وقتی دانشجو پی دانش نیست چی میگویی؟ وقتی فرهنگی پی فرهنگ نیست چی میگویی؟ وقتی نظامی پی نظام نیست چی میگویی؟ وقتی منصبدار پی آبادی نیست چی میگویی؟ که از دست ما همه کار میاد. مثالی که اهلی وظیفه پسی کاری وظیفه نیستن تو از دست چی میاد؟ یعنی این. و بعد یک بزرگوار یک خوش گفتم چشمم رسید که هر نحسیه که به کشوری آید اول و اهل ادب روشن فکراش نحسی میزنن. این همین خیلی از قانون است. یعنی این بود درباره کتاب چند یادداشت شما استاد که خواندید از کتاب رویها و پایه‌های استاد عبدالقادر رستم.
و خود همین کلمه استاد رویها و پایها که در این کتاب نامگذاری شده است و بسیاری ها تعجب میکنند که چرا رویها و چرا پایها، در صورتی که در اونجا در این موضوع تقریبا حرفی نیست. ولی فلسفه این حرف چی است؟ رویها یعنی اون عزت، شرف، نفس، ناموس، وقار زیر پا میشن. وقتی که این رویها هستند. پایها کسانی هستند که اینا مثلا یک توده از انسان‌هایی که زیر پا شدن، فرمانبردار هستند، تملق‌کار هستند و از تمام اون کرامت و شرافت گذشته. پا یعنی زیر پا هستند دیگه. اونها هر کس امر کنه هر جا میرود. یعنی باید این خیلی فهمیده شد که رویها این یعنی شرح رویها، عزت، احترام، معرفت، اینا همه زیر پا میشن. پای میشن اون دیگه. اونا تبدیل میتن به پای میشن. وقتی که یک زیایی هم، یک روشن فکر هم، یک منبری هم کارش فقط تملق است و چاپلوسی است و تعریف است و مدعای است، اون روی نیست دیگر، اون پا است. و ببینید دوستان، ما درباره گفتیم خیلی مشکل است درباره استاد عبدالقادر رستم این شب روز قضاوت کردن، چون انسان چون ایشان حبس هستند. ولی برای من با همین کتابشان استاد و با اون نوشته هاشون بالاتر از اون نفرانی هستند که شد عنوان‌های زیاد دارند، کتاب‌های 20 کتاب نوشتند. این در تاریخ استاد عبدالقادر رستم میموند برای این کتاب اندش و همچون نویسنده و نویسنده با این کتاب میموند. من برداشتم از کتاب اوست. این اندیشه شما از کتاب، ولی اون میموند از کتاب اوست و من خدا رو شکر میگم که من این کتاب خواندم. تشکر به تو که این کتاب به من فرستادی. ولی استاد ببینید با یک کتاب شما اندیشه استاد فهم مثلا چقدر جذب این شدید. ولی آدم اصلا 20 کتاب دارن استاد، 100 مقاله نوشتن، صدها برآمد دارن. منظور من است که اون کارهای خسکی و آبکی اونها میروند، حتی در همین زمانشون عزت و آبرو ندارند. ولی امروز یک نفر عزتش آبروش در کجاست؟ اون در یک جا مثلا محکم است. ما اومدیم درباره کتاب اندیشه میگیم استاد، فکر میگیم. این خودش داوری های تاریخ است. فقط استاد برای من یک چیز بسیار بد است، من میخواستم اینو بگم با کتاب دیگر بگذاریم. یک اندیشه بسیار اذیت می‌کرد مرد که ما در طول تاریخ میبینیم، شما برید سراغ هر نفری، حتی سراغ استاد مثلا رودکی و فردوسی و حافظ و سینا و بیدیل و حتی استاد عینی که 75 چوب خوردن و دیگراش، متاسفانه مثل یک سنت است برای یک نویسنده ما، یک عالم و یک دانشمند ما که این مکتب بگذرد. خب بعد یک قانون از عزیزم گفتم که سنگ به درختی میوه‌دار پربار میزنن دیگر برای اینکه میوه‌ش گیرن. خب استاد کتاب دیگه که شما خواندید و یادداشت کردید؟ خب دو کتابی که من خواندم که خیلی مانند به هجای استاد اورنگوزار بود، این کتاب میرزا نصرالدین استاد و یکی آتش در خانه قدیم و که اون کتاب من دارم و فقط دست یک نفر یک دوستم خواهش کرد که من خوانم کتاب دست ایشون و این کتاب دومشونه نان شریکی و تشکر میگم به ایشان که این کتابا نوشتن و من با میل تمام خواندم و جاش آمد اشک ریختم، جاش آمد داد گفتم، فیغان کردم، مثل که در همین چیزا و چون کتاب تاریخی است من باز به نزدیک خودم بخارا رفتم دیدم چیکار کردن، مثلا اون بارانه، اون مثلا اون سوختن‌هایی که مثلا اون ارک دیدم خودم قریب داد میگفتم که به چه حال آوردن به چه روز رسیدیم ما. یعنی این چیزایی که بعضی جاست که من خودم دیدم، خودم بعضی جا از دیگر جاها که میخواندیم و تشکر به ایشون من خیلی چیز گرفتم و بیننده و شنونده عزیزم توصیه میدید کتاب؟ بله حتما خوانید. باید با همه برد و باخت کتاب باید هر تاجیک این کتاب خواند، هر وطندار باید این کتاب خواند، چون کتاب تاریخی ماست. بله. یک چیزی هست که الهام، یک منبعی هست که نویسنده یا که کسی دیگر الهام میگیرد و شروع میکند به انعکاس کردن حقیقت. گپ در اینجا که من مثلا باری اول حقیقت نسبتا حقیقت دیدم، واقعیت دیدم. من من دیدم که تاریخ خودم من از شوروی میخوندم بجز شعار و بجز زنده باد و یا که سرخ بلشویک آدمی خوب بود، منشویک فلان، بیسمدان و باسمچی فلان. من فهمیدم که بلشویک من اینجا فهمیدم که آخه همون باسمچی هم آدم بوده است مثل من.
وطندار بود مثل من. فریبگرم داشت، خیلی که مگر عسکری سوخت نداشت، بلشوی نداشت. اینم همه خیال داشت، جاهل و خونخوار چی داشت. اینا داشتن. اینا به این نمی شود. اما در عموم من منطقاً گیره من حقیقتی واقعی را من باری اول خواندم. خیلی ببینید استاد فرض کردیم که این منصوره که در همین کتابی در آتش در خانه قدیم هستن، وقتی که مبارزه میبرد میبرد برای خانه‌ش و برای همسرش و برای فرزنداش و بعد میبرد، یعنی هجرت میکنه. وقتی میبینید که مبارزه نمیشد، این است بالشویک همه جورا مثلا غصب میکنن، از نگاه اونها شاید این منصور هم بسمچی باشه. این در این کتاب شما شفته منصور میشوید، یعنی اونا اینو به عنوان یک بسمچی نگاه میکردن. اون کسی مبارزه فرق نداره، کسی مبارزه بود بر ضد بالشویک خواست تمام بسمچی. بله. بعضی دوستان و بعضی استادان میرنجن و از ما خفه میشون که اینا مثلا میگن میان بسمچی ها رو سفید میکنن فلانه. خدا شاید قصد ما این نیست استاد، قصد ما یعنی نیت ما فهمیدن حقیقت است برای یک ملت. اگر واقعا فهمیدن نتونیم ما راهگو میزنیم استاد، ما نمیتونیم عزت پیدا کنیم. با قول استاد عبدالقادر رستم این 7 نسل دیگر لازم است که این ترس ها و این دروغ ها و این ساختکاری ها رو از قلب این ملت، این چون گفتن اگر وقت ملت را که حافظش از دستش میگیرن و با چیز دیگر پر میکنن خیلی بد است. خب استاد بیاید صحبت خلاصه کنید در این زمینه، ما برنامه را به انجام برسونیم و در صحبت های بعضی باز با کتاب دیگر استاد در کتابخانه حضور می‌یابید. من مثلا قسمت دوم کتاب همیشه میگم که ببینید زمانش تینجی بود، الک سالهای 60 بود. کاوالامه چیکار کرد؟ بله. خاک بر سری مثلا تاجیکان ریخت. چقدر مردمی هوشمنده، مردمی مبارزه، مردمی که حلال کار از بین بود با منفعت شخصی خود سیاسی خودشون با بدبینی چقدر صدها نفر بدرقه کردن. یعنی این یک بلای بود، برای بلای با گفتی صدر جاگی بلای بود که به سریم آمد و رفت. خدا عاقبتش نگه داره. مثلا من چه لازم اون کمونیسم یا چیزی دیگری که با خونی 40-30-20 میلیون آدم من باید چیزی سازم، یک کشوری سازم با خونی میلیون ها انسان ها. خدا نگه دارد. و من چه لازم اون انقلابی که خونی میلیون انسان ها را ریزد و نیم دنیا را سوزد و بعد من خانه درست و زندگی درست کنم با خونی دیگران، روی خونی دیگران. بله، روی خونی دیگران با مواد چیزی تجهیزات مردم دیگران، بعد من خانه درست کنم شکل خدا نگه دارد. یعنی باید من نه طرفدار اونم نه طرفدار یک واقعیت باید باشیم، از روی عقل، از روی منطق، از روی علم و دانش باید این حل و فصل کرد. برای همین اینجا جای گروه بازی و جای این منافع عمومی ملی است، تاریخ ملت برای ملت سازه. ما خواهیم نخواهیم اونا تاریخ ما هستند، ملت ما هستند. چیز اون سرخای بدبختی که بودن، چون بسمچیایی که اونایی که بودن اونا همه تاریخ ما هستند. اونا از ما بودن، یکی غفلت زده بود، یکی فریب خورده بود، یکی مبارز بود، یکی برعکس بود. اونا هم باید ما آموزیم، ما خوبی از اون چی گیریم، حقیقت از چی گیریم، هر چی بد از اون برطرف کنیم و آینده کشور سازیم. ما امروز مستقلیم و از پیشنهاد منم که جوانان عزیز، همه این چیزی که هست به دانش نمی شود، به خواندن نمی شود، به علم نمی شود. دانش هم در دل چراغی روشن است، همون چیزی که استاد رودکی گفتن که از همه بعد برتن تو جوشن است. ما اگر این کار نکنیم، این گفتنهای ما، این داد و فیغان و این سخن بازی های ما هیچ چیزی نمیدهد اگر ما پس علم، پس خواندن، پس دانش نشویم. برای همین باید کتاب خوانیم، هرچی بیشتر کتاب خوانیم پس دانش شویم. بله، چون پیشرفت یک جامعه و تغییرات در یک جامعه و یک جمعیتی که قدرتمند شود، یک کشوری و جمعیتش صاحب احترام شود در دنیا، این بدون خواندن، مخصوصا بدون مطالعه، خواندن، آگاهی، علم و از خود کردن دانش‌های معاصر هیچ امکان پذیر نیست. اینا نمیشد با ثروت بیشتر حل کرد، چون دنیا را دیده استودیم تنها و تنها از راه دانش، از راه آگاهی، از راه کشتن ترس ها، گفتن واقعیت ها و تلاش بیشتر و حرکت بیشتر و از همه مهم که استاد اشاره کردن امید، یعنی امید رو زنده نگاه داشتن و با امید زندگی کردن یک جامعه رو سرفراز و
پیشرفته و قدرتمند میگردند. خوب یادآور میشم که در برنامه کتابخوان با ما بودند استاد عبدالمؤمن شریفی و از این صحبت من یک چیز دیگر رو پای بردم که ما من بعد بهترین اثرهای داخلی و خارجی رو انتخاب میکنیم و استادان رو میاریم که آنها رو چگونه که استاد دانه به دانه بعضی جمله ها رو، یعنی جمله به جمله برای ما شرح دادن، همین گونه شرح بدین و شاید برای آنهایی که ذوق کتابخوانی ندارن یک ذوق پیدا شد و برای آنهایی که عموما کتاب نمیخوانند یک آگاهی از این اندیشه ها پیدا کنند. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه های دیگر در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورتان.